روزهایی که زندگی ضربه‌های سنگین و پیاپی به روح و روانمون وارد میکنه و تلاش هامون بی ثمر به نظر میرسه، اغلب از خودمون میپرسیم هدف از این همه تلاش و این همه نرسیدن چیه؟ این احساس پوچی و بی‌معنایی یک تجربه عمیقاً انسانی اما خطرناکه. اگر هوشیار نباشیم، افسردگی همچون ابرهای سیاه آسمون ذهنمون رو میپوشونن. اما این احساس بازتاب واقعیت نیست، بلکه یک نشونه است. دعوتی برای بازنگری و پیدا کردن دوباره مسیر. در ادامه چند راهکار عملی برای خروج از این وضعیت رو بهتون میگم. 1. با یک گل بهار میشه. از کارهای کوچیک شروع کنید. ذهنتون مدام تکرار میکنه هر کاری کنی فایده‌ای نداره. این باور رو با یک اقدام کوچیک به چالش بکش. لازم نیست دنیا رو تغییر بدی. فقط کاری رو انتخاب کنید که از شدت سادگی مقاومت درونیتون رو بشکنه. 2. در بهبود زندگی دیگران سهیم بشید. هیچ چیز به اندازه کمک به دیگران به زندگی معنا نمیبخشه. احساس پوچی اغلب از احساس انزوا و بی تأثیر بودن میاد. به اطرافتون نگاه کنید. همیشه کسی هست که به کمک شما نیاز داشته باشه. حتی شده با یه لبخند، یه گوش شنوا یا یه همدلی کوچیک. 3. برای بهبود حالتون بدنتون رو حرکت بدین. وقتی ذهن درگیر سوالهای بی پاسخه، جسمتون رو حرکت بدین. پیاده روی، تمیز کردن خونه یا هر فعالیتی که بدن رو درگیر کنه. این تأثیر شگفت‌انگیزی روی روحیه داره. تحرک فیزیکی به ویژه در فضای باز افکار منفی رو کنار میزنه و حس ارزشمندی و کنترل رو به شما برمیگردونه. 4. با دیگران ارتباط برقرار کنید. انزوا رنج رو دوچندان میکنه. تنها نمونید. وقت گذرونی با عزیزان دیدگاه شما به زندگی رو تغییر میده. وقتی احساسات و افکارتون رو با کسی که به اون اعتماد دارید در میون میگذارید، از بار سنگین اون کم میشه. حتی یک گفتگوی کوتاه ارتباطی معنی داره که شما رو از پیلی تنهایی بیرون میاره. لازم نیست همه این کارها رو با هم انجام بدین. ببینید کدوم یکی از اینها تو لحظه براتون ممکن تره و از همون شروع کنید. و در آخر فراموش نکنید در این تاریکی هیچ کس از ما انتظار نداره خورشید باشیم. همین که شمع کوچیکی تو دل خودمون